دریاچه ارومیه با حکومت جمهوری اسلامی احیا نمی شود. نویسنده ماشاءالله رزمی. مردم آذربایجان خواهان احیا و زنده شدن دریاچه ارومیه هستند و حتی به صورت نمادین در عزاداری‌های ماه محرم با نوحه و سینه زنی از سقای کربلا برای آب رساندن به دریاچه ارومیه کمک می‌خواهند. اما راهکارهایی که مسئولین جمهوری اسلامی برای آینده دریاچه مطرح می‌کنند بیشتر در جهت بهره برداری از مواد معدنی دریاچه بعد از خشک شدن کامل آن است و نه در جهت احیای دریاچه ارومیه. بنابراین دریاچه با حاکمیت جمهوری اسلامی احیا شدنی نیست. با آغاز فصل تابستان 2023 دریاچه ارومیه در وضعیت خشک شدن سریع قرار گرفته و طبق محاسبات انجام شده و تحقیقاتی که دانشگاه صنعتی شریف ناظر احیای دریاچه ارومیه انجام داده است، تا اواسط مهر ماه و شروع فصل بارندگی دریاچه بر اثر تبخیر آب کاملا خشک خواهد شد. دریاچه ارومیه با مساحت 6200 کیلومتر مربع، طول 120 کیلومتر و عرض تقریبی 50 کیلومتر تا 15 سال پیش دومین دریاچه آبشور دنیا بود و 33 میلیارد متر مکعب آب داشت. ولی اکنون در دومین ماه تابستان حدود 700,000 متر مکعب آب در آن باقی مانده و با خشک شدن کامل دریاچه 10 میلیارد تن نمک مخلوط با املاح دیگر بر جای میماند. ضخامت نمک ته‌نشین شده در قسمت شمالی دریاچه بیش از 4 متر و در قسمت‌های شرقی و جنوبی حدود 2 متر می باشد. با تداوم بحران دریاچه در 15 سال گذشته نمک‌های ته‌نشین شده به هم چسبیده و گودی‌های دریاچه را پر کرده و کف دریاچه را بالا آوردند. یعنی دریاچه دیگر عمقی ندارد و بیشتر شبیه آبنما شده است. اکنون نمک‌های خشک به صورت کریستال هستند و در آینده با تابش آفتاب به صورت پودر در می‌آیند و با وزش باد و طوفان سونامی نمک رو خواهد داد و انفجار بمب ریزگرد نمک منطقه را به کویر غیرقابل سکونت تبدیل خواهد کرد. آسیب دیدگان از این فاجعه اکولوژیکی در کوتاه مدت 6 میلیون نفر و در بلند مدت 15 میلیون نفر خواهند بود و شهر 3 میلیون نفری تبریز از اولین قربانیان آن خواهد بود، زیرا جهت وزش باد از غرب به شرق است و دریاچه متصل به دشت تبریز می باشد و هیچ مانع طبیعی هم بین دریاچه و شهر وجود ندارد. نظریه‌های متعددی درباره علت خشک شدن دریاچه ارومیه وجود دارند، اما در همه آنها عامل انسانی و مدیریت نادرست آب علت اصلی خشک شدن دریاچه ذکر می شود. بعضی از این نظریه‌ها خشکاندن عمدی دریاچه از طرف جمهوری اسلامی با انگیزه‌های سیاسی را برجسته می کنند و برخی دیگر خشکاندن دریاچه را طرح فرامنطقه‌ای می دانند که توسط عوامل داخلی قدرت‌های خارجی انجام گرفته است. جمهوری اسلامی از روز به قدرت رسیدن بدون هیچ گونه مطالعه علمی اقتصادی، افزایش جمعیت، خودکفایی کشاورزی و امنیت غذایی را در دستور کار حاکمیت قرار داد و هاشمی رفسنجانی می گفت هیچ رودخانه‌ای در کشور نباید بدون سد باشد. با همین انگیزه‌ها و شعارهای غیر علمی، سدسازی‌ها بعد از جنگ ایران و عراق توسط کارتل قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که ماشین‌های سنگین باقی مانده از جنگ را تصاحب کرده بود شروع گردید و 40 سد بر روی 22 رودخانه‌ای که به دریاچه ارومیه می‌ریختند زده شد و همچنین بیش از 100,000 چاه عمیق در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حفر شد و باعث کور شدن چشمه‌های زیر دریاچه گردید. بدینسان تنها منبع تغذیه دریاچه برف و باران سالیانه باقی ماند. مساحت زیر کشت با همون شیوه آبیاری سنتی غرقابی 2 برابر گردید و به 600,000 هکتار رسید. از ورود آب به دریاچه جلوگیری شد ولی خودکفایی غذایی هم حاصل نشد. وقتی مردم
به خشک شدن دریاچه اعتراض می‌کردند، مسئولان مربوطه و حتی رؤسای جمهور فرافکنی می‌کردند. از جمله احمدی نژاد بدون آوردن دلیل تاریخی ادعا می‌کرد که این دریاچه هر 500 سال یک بار خشک می‌شود. مسئولان وزارت نیرو و سازمان محیط زیست کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز که هر سه نیز مسئولیت مستقیم در خشکاندن دریاچه ارومیه دارند، آدرس غلط می‌دهند. گاهی می‌گفتند خشکی دریاچه مربوط به پل میانگذر است که مانع جریان آب در درون دریاچه می‌شود. گاهی نیز می‌گفتند که کاهش بارندگی عامل خشکی دریاچه است، در حالی که نشانی از خشکسالی در منطقه وجود نداشت و بعضی نیز به اصطلاح دلیل علمی می‌آوردند و می‌گفتند که خشکی دریاچه ناشی از گرم شدن کره زمین است. تحقیقات زمینشناسی با مغزگیری و نمونه برداری از اعماق و لایه‌های رسوبی دریاچه تا عمق 25 متری زیر دریاچه توسط دانشگاه‌های سوئیس و آلمان انجام گرفته و با مطالعه صفحه‌های مختلف آرتمیا نشان می‌دهند که در 50,000 سال گذشته مقدار آب دریاچه ارومیه متغیر بوده اما هرگز خشک نشده است. 10 سال پیش وقتی اعتراضها به خشکاندن دریاچه ارومیه عمومی شد و تنها در یک تظاهرات علیه خشکاندن عمدی دریاچه در تبریز به گفته رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی 1100 نفر طرفدار محیط زیست دستگیر شدند، هنگام بازجویی از دستگیر شدگان در اداره اطلاعات تبریز این معترضان و طرفداران محیط زیست را تحریک شده از خارج می‌نامیدند و آشکارا می‌گفتند دریاچه ارومیه بهانه است و شما دارید پانتورکیسم را تبلیغ می‌کنید و قصد تجزیه طلبی دارید. هنوز هم مردم خواهان احیا و زنده شدن دریاچه هستند و حتی روستاییان شرق دریاچه در عزاداری‌های محرم با نوحه و سینه زنی از سقای کربلا برای آب رساندن به دریاچه ارومیه کمک می‌خواهند. اما راهکارهایی که مسئولین جمهوری اسلامی برای آینده دریاچه مطرح می‌کنند بیشتر در جهت بهره برداری از مواد معدنی دریاچه بعد از خشک شدن کامل آن است و نه در جهت احیای دریاچه ارومیه. بنابراین دریاچه با حاکمیت جمهوری اسلامی احیا شدنی نیست. سال گذشته عبدالحمید سرتیپی به ریاست استان آذربایجان غربی منصوب شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دریاچه ارومیه بزرگترین معدن ایران است. وجود 10 میلیارد تن مواد معدنی در این دریاچه ارومیه را غنی‌ترین حوزه معدنی کرده است. نمک دریاچه ارومیه حاوی سدیم، پتاسیم، استات کلسیم، لیتیوم، منیزیم، کلور، بروم، سولفات، بیکربنات و غیره می باشد. این مواد معدنی کاربردهای فراوان در حوزه صنعت و کشاورزی دارند. جمهوری اسلامی ایران که از طبیعت فقط غارت منابع طبیعی را می‌فهمد، با دیدن این همه مواد معدنی کمیاب در املاح دریاچه ارومیه، سلامتی انسانها، حفاظت محیط زیست و حیات نسل‌های آینده را نادیده می‌گیرد و به بهره برداری از لیتیوم و فلزات کمیاب موجود در نمک دریاچه ارومیه چشم دوخته است. دولت ابراهیم رئیسی ستاد احیای دریاچه را منحل کرده و به جای آن کارگروه احیای دریاچه را درست کرده است و ریاست آن را هم به محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی واگذار کرده است. مسئولیت دادن به فردی که هیچ اولویتی برای احیای دریاچه قائل نیست، شبیه دادن مسئولیت احیای برجام و توافق هسته‌ای به کسانی است که همواره مخالف برجام بودند. استان آذربایجان غربی یعنی رئیس کارگروه احیای دریاچه یک فرد امنیتی است و هیچ تخصصی در رابطه با آب و خاک ندارد. وی اخیراً به خبرگزاری ایرنا گفته است که اولویت دولت 13 تأمین معیشت مردم بوده است و احیای دریاچه ارومیه با اجرای سیاست‌های کارشناسی شده باید به گونه‌ای مدیریت شود که به معیشت مردم و به خصوص کشاورزان آسیبی وارد نشود.
با همین استدلال بود که طی 2 دهه گذشته دریاچه را خشکاندند و حالا هم نماینده دولت در آذربایجان غربی برای حفظ طبیعت و کار و زندگی میلیون‌ها انسان در حال آینده هیچ مسئولیتی احساس نمی‌کند. وی که تمام خواسته‌های برحق آذربایجانی‌ها را امنیتی می‌بیند، در مصاحبه مطبوعاتی با ایرنا می‌گوید نباید اجازه داد بدخواهان آینده دریاچه را به حواشی سیاسی و قومی گره بزنند. همین منطق عوام فریبانه در کل دولت نیز حاکم است و شروع به تکمیل و ساختن سدهای نیمه تمام کردند و وزیر نیرو دستور احداث سد بر رودخانه‌های نازلیچای و باراندوزچای را صادر کرده است. ایجاد سد بر این رودخانه‌ها 10 سال پیش با اعتراضات مردمی متوقف شده بود و اکنون که دریاچه بیش از هر زمان دیگر به آب نیاز دارد، وزیر نیرو دستور احداث سدهای جدید می‌دهد و سازمان حفاظت از محیط زیست مجوز بهره برداری از املاح دریاچه را صادر می‌کند و چنین آدم‌های ویرانگری مدیران نمونه انتخاب می‌شوند. به گفته معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، اکنون سالیانه 2 میلیون تن نمک از بستر دریاچه برداشت می‌شود و امسال نیز 12 مجوز در قالب هر مجوز برداشت در محدوده 20 هکتار در بستر دریاچه صادر شده است. بیشترین مصرف نمک خشک دریاچه ارومیه در تأمین مواد اولیه صنایع شیشه، صنایع تولید اسید و به صورت غیر مستقیم در کارخانجات تولید مواد شوینده می باشد. نمک خوراکی نیز بعد از تصفیه آن حاصل می شود و همچنین به طور عمده از نمک دریاچه در یخزدایی جاده ها نیز استفاده می شود. با اینکه هنوز استاندار آذربایجان غربی برای جذب سرمایه و صدور مجوز برای برداشت مواد معدنی از دریاچه ارومیه تبلیغات می کند، برداشت همین 2 میلیون تن نمک به صورت بی‌رویه و بدون در نظر گرفتن مقررات حفظ محیط زیست توسط شرکت‌های بهره بردار در حال تخریب بستر و آلوده کردن دریاچه است و رفت و آمد کامیون‌ها و لودرها کریستال‌های نمک موجود را به پودر تبدیل می‌کند و با وزش باد طوفان نمک به وجود می‌آید. از روزی که در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد دریاچه ارومیه در پایین‌ترین سطح خود طی 60 سال گذشته قرار گرفته و اگر اقدام جدی انجام نگیرد تا آخر تابستان کاملا خشک خواهد شد، میلیون‌ها انسانی که در اطراف دریاچه زندگی می‌کنند و همچنین مدافعان محیط زیست نگران شدند. اما به نظر می‌رسد که اعتراض جدی علیه حکومت که باعث خشک شدن نگین فیروزه‌ای آذربایجان شده است انجام نمی‌گیرد. شاید مردم که در 20 سال گذشته همواره به خشکاندن دریاچه معترض بودند و هزینه‌های زیادی نیز در این راه داده‌اند، اکنون خسته و ناامید هستند و از طرف دیگر کارآمدی جمهوری اسلامی را در حدی نمی‌بینند که بتواند کار مثبتی انجام دهد. حکومت هم می‌کوشد خشک شدن دریاچه را امری طبیعی جلوه بدهد و خشم مردم را شامل مرور زمان بکند. در 2 دهه گذشته همه کسانی که کاندید مجلس شورای اسلامی می‌شدند و یا می‌خواستند رئیس جمهور بشوند، تبلیغات خود را با شعار احیای دریاچه ارومیه شروع می‌کردند و وقتی از مردم آذربایجان رأی می‌گرفتند، تمام وعده‌ها را فراموش می‌کردند و همدست کسانی می‌شدند که قصد خشکاندن دریاچه را داشتند. امروز نیز از کسانی که در مجلس نشستند و به جای اقدام فوری برای نجات دریاچه طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه را تصویب کرده و منافع باندی خود را دنبال می‌کنند امیدی نیست. اکثریت این نمایندگان چنان به رانتخواری و مردم ستیزی عادت کردند که اگر قدمی هم بردارند مطمئناً اقدام آنان علیه منافع مردم خواهد بود. کسانی که سودای احیای دریاچه را در سر دارند و از اقدام مثبت حکومت ناامید شده‌اند چاره‌ای ندارند جز این که جامعه جهانی را مورد خطاب قرار بدهند و با افشاگری و لابیگری
خطر فاجعه اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه را برای منطقه و کل جهان یادآوری نمایند و از مجامع بین‌المللی برای اقدام جدی کمک بخواهند. حکومت جمهوری اسلامی در دنیا منزوی شده است و ظرفیت حل مشکل بزرگی را که خود ایجاد کرده است ندارد. سران این حکومت نه به کمک گرفتن از کارشناسان بین‌المللی اعتقاد دارند و نه کسی حاضر می شود با جمهوری اسلامی همکاری کند. بنابراین جامعه مدنی و دیاسپورا باید به نمایندگی از قربانیان این فاجعه اکولوژیکی از بخش محیط زیست سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی کمک بخواهند تا از به وجود آمدن فاجعه انسانی در آینده جلوگیری شود.